هلولاف، حالتون چطور دوستان عزیز؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه پس از مدت‌ها و امروز اومدیم با یه چالش بیرون از خونه با بچه‌ها که قراره بهترین یه چالش جرأت حقیقت اما حقیقت نداره، یه جورایی میشه همون چالش خودمون. بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش توضیح بدم لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگولم بکوبید، عاشقتونم. بریم معرفی. حسین چطوری پسر؟ این زندانیا. خب بچه‌ها حسین سارتو داریم فعلا. بله قراره بگم یتیمار یتیم علی دیدید علیو که چند بار دیدید و واقعا میشناسید و آفرین امیر محمد امیر لاش داداش اونو برداد درش بیار داشت شاقتو داداش یه عموجانی نیای شما نکن کچل. خب بچه‌ها حرف در یه قاب شما رو اوکی کنیم. بچه‌ها قراره که به فنای سگ برید، درسته؟ بله الان تایید من میشه. بچه‌ها قضیه این قراره که الان چالش میگیم نفری یه دونه جرأت میریم، یعنی چی رو بگم، یه دونه چالش میریم نفری یکی دو تا بنویس. سگ یمنی سید نواد از خطو اینو بکنم امیر قانون اصلی بازی اینه که گردونه رو وقتی میچرخونیم میاد رو اسم یه نفر، اگه دوباره چرخونیم افتاد رو اسمش کنسل میشه، دوباره میچرخونیم ببینیم چی بیاد. بریم که داشته باشیم. بزن دوتاشو یا موسا رنگاتون رو یادتون باشه. حسین قراره جرأت بگه داداش بزن. خب الان یه ویدیو ازش بگیر بیار بالا دوربینو. حسین چه حالی داری؟ نان کامکوم کش. سلام پسر. بیا پایین داشت بازی که اولش بدم. داداش تو باید جرأت حقیقت جرأت بگی. حسین داداش چالشیه بچه همه گوشه. حسین این زمین فوتبال رو نشون بده علی، نمیدونم پیدا یا نه، یه سری بچه‌ها دارن فوتبال اوناش بگم میری زمین وسط زمین فوتبال میگی که بچه منم بازی میگه یهو تو پشونو شوت میزنی فلان اینا، اوکیه؟ داش ساده تر از این ناموسا نداریم. ای گاش واسه من الان پیشون بچه‌ها یهو تو زمینشون میگه آقا منم بازی مثلا یهو شوت بزنیم تو هر چی شد میگیم شوخی بود، اوکی؟ بیفتی جلو من میتونم فیلم برداری کنم. خب الان برم بشینم شوت بزنم بعد دیگه منم بازی آخرش. نه اولش منم بازی یهو شوت میزنی. خب اینطوری برو بریم حاجی، برو سری کار دار، به ما همینجا نزار گرم من اصلا میام. نه علی تو نرو، برو حسین برو یکی درسته. حسین گل بزنی جایزه داری. حسین گل بزنی قانعشون کن. خب بچه‌ها حسین رفت و بودو حسین بودو بگو بهش یه شوت بزنه بچه. حسین بودو بزن، شوت بزن بچه‌ها. یه لحظه توپ بدین رفیق من یه شوت بزنه بنده خدا. حسین شوت بزن ماشاءالله. حاجی درگیری ایجاد نشه حاجی. چه سی داری دولت؟ بیا علی بیا. آقا اوکیه چالش حسین انجام شد بچه‌ها. حسین چه سی داری پسر؟ خب بچه‌ها حسین چالشش رفت و تموم شد، یعنی یه جورایی اوکیه. حسین تقریبا مهره سوخته بازیه. خفه شو بابا. بریم بزنیم بعدی. علی بزن دیگه. داشاق چی علی؟ اون من معنیش بلد نیست. ای علی سلام پسر. علی جیجی بچه منصرف شد. هی کامان برو. علی قسمت نمیشه دیگه، قسمت نمیشه انگار. دولت جواد اوه علی انگار همه چالش‌ها به دست منه. عجب دولت علی خودش میگه هیچ. خب علی جون داشت یه جورت خیلی ایزی میزی نگاه کن اونجا یه پارک بازی یه ویو بسازی واسه. نه بابا نکن اول بازی تموم شه پسر. باید بگیر علی یه پارک بچه‌ها اونجا باید بره اونجا سر بخوره و ادا اصول بچه‌ها مثلا این مثلا اینطوری نه پسر ریده میشه تو غرور. نه آقا بازی میکنم ولی خب نرینید تو تموم شه پسر، تموم شه. پشت بریم آقا. بچه سفیدی علیو یعنی دارید؟ هیچکی اینجا نی، هیچکی یعنی سفیدی. شما لوله رو برعکس میرم توش. برو توش. نور علی، نور خودتو که خاموش کن.
جواد یه چیز کن از این بگی نه علی نه علی برو بالا من نکن برو بالا عدو بچگونه در این سرسره پیچونه بابا پارک خالی که ترسم یه برو بسم الله الرحمن سلام میخواد یا خود دوستان عزیز همکنون آو برو علی برو اومده جریان الکتریسیکی هستش پرتشم ولی عداصول شاد ارتفاعه بعد نمیتونم سانسوره علی یه دور دیگه هم بخور عزیزم برو میخوای برعکس برم نه برو یه دور بچه من در نیورد برو اون یکی سرسره برو علی سرسره زرده بیا سرسره زرده بیا علی سرسره زرده بیا سرسره زرده به من هیچ ربطی نداره تو باید بیای برو علی همون بیا برو همون این یه ذره عقب مونده خوبه باشه من یه دونه این سرسره استفاده میکنم نه علی عداصول بچه بود آفرین پسر خوب خب بچه‌ها چالش علی هم تموم شد بریم چالش بعدی بعد از چالش مزخرف داش حالت خوبه کجا علی منتظر چالش خراب بشه ژاپنی داشت علی من نمیدونم امیر لاشی به فنا رفتی دولت قربون اون شانس بیاری من نیفتم شانس بیاری من نیفتم من دولت خدا را ساداتی لا دوره بره سیگار داری ای دوره سه دفعه آخر یه ریاکشن خفنی نشون بده نه حسین با این قیافه یارو خوف آخه میکنه بخوایم فیلم بگیریم یه ذره ضایع میشه آره راست میگه این یه جوری دوربین مخفی مانندشه یه چیز درست بگو یه چیز اوکی بگو چالش سخت باشه عملی باشه لخ شو واسه یه چیزی حسین خدا میگم نه گوجه علف جمع میکنه بخوره علف چم کنی بخور خداش خلاص مریض میشم برو نه نمیدی میجوی خفه شو همون گیر درم میمونه تمیزش کنه علف میخوره دولت علف دولت آبادی عزیز نه دولت نه بشین صاحب گوسفند باید به گوسفند غذا بده علی قشنگ بکن علفا قشنگ آبیاری شده ای جان دلم علی زیاد بکن قشنگ ناله کن علی گلاش هم بخوری تو میرسه گلش هم گنده است خب بذاریم مقدار گلمینا رو جدا کنیم به دل گوسفندمون رحم کنیم آز اینه این بابایایی که تازه پشتوشی زدن آینقدر بالا یادی که دولت آبادی عشقم علی عزیزم بیا این برای آیندهت مفیده دولت ویتامین علف بشه زانو بزن دو زانو برو گم شد دیگه زانو بزن من زانو بزن خیس نه علی مهم نی علی بده بهش زانو رو بزن زمین اینطوری با سر انگشتات بگی سر انگشتی انگار داره کامل ببل آی جان علف میزنی سمیه میخوردی داداش هنون تو وجودت نه سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن چیکار میکنی دولت؟ امیر چیکار میکنی؟ تو یه لاشی هستی زارا فقط من موندم دوستان چرا اینجوری نگاه میکنید یه صحنه بگید نان کامکوم کش آقا بهتره ویدیو به اتمام رسید همون بگم تو آخر ویدیو نگاه که خفه شو چا الان میچرخون اما بگیر الان میچرخونیم هر کی بیفته پدر جوادو در میاره چون جواد چالش نرفت قدیم بگیر جواد بس کن جواد آقا جواد اگه افتاد دوباره میچرخونیم تا اون موقع که جواد نیفتاد به سلطان دلها علی اشتری رفیقم یعنی من رفیق نمیشناسم آقا ببین یه ایده کثیف به ذهنم رسیده سگی جواد کرما رو دیدی تا بال دیدی چجوری اینجوری میکنن این حرکت رو میزنی گوش کن این حرکت رو میزنی من یه دونه آهنگ پلی میکنم بلند میشی رو بیت آهنگ شروع میکنی رقصیدن خز یعنی کرمی که بلند میشه و شروع میکنه که مثلا رقصیدن بچه‌ها انجام میدم برو خفه جون چی که قراره بری چیه این نظر به من میدی من زمین گرده مثل علی نه زمین بابا زمین نه گرده نه صافه زمین کیکه دولت نخواب برو از کرم عزیزم الان بخوام کف زمین و مثل کرم من اینجوری کنی بلولی ببین قشنگ من بلند شی باید تمام باشه دولت ایپادو بگیر بده آهنگ هر چیز با ارزش داره نه داداش الان من این آهنگ میذارم که ربطی هم به رقصیدن نداره من 3 2 1
بعد بری بعد 3 تا بری حداقل آهنگو بزن بله بعد تا اون موزای جلویی بری. داداش قشنگ چیکار کنم مثل چرم نمیتونم یعنی باید ناکو مثلا کونو میدی بالا و چمن میدی بالا میخوای اینجوری مثلا تلاش کن حرکت کن برو جلو نه کسافت بابا بزن آهنگ شروع شه برو آقا مطلب تنز خب علی حرفی برای گفتن داری داداش نه حرف خاصی نیستش کار تا عادی عزیزم بیا اینجا بچه آقا من فقط یه سوال دارم به نظر شما قیافه دولت آبادی واقعی یا کیکه؟ چرا دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید و اینکه دمتون گرم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه حمایت کنید عاشقتونم و اینکه توضیح میدم حتما به خاطر اینکه یه مدت ویدیو نذاشتم به خاطر اینکه صفر نکردم این کارو و بعدا متوجه میشید عاشقتونم تا یه روز دیگه یه ویدیو دیگه فعلا